بچه‌ها به ما این خونه رو دادن، ما تخلیهش کردیم. اسم بازی هم اگه دوست دارید این پایین می نویسم همینجا. بله و خیلی بازی خوبیه و ما قراره این رو تبدیل کنیم به یه چیز خیلی خوب. خب ببینید، ما اول باید اینا رو بفروشیم که ما قبلا میز اینا اینجا بود که ما فروختیم، ولی چون ویدیو زیاد طولانی نشه من گفتم اونا رو قبلا بفروشم و حالا بیام آپگریدش کنم و من مودش نصب کردم. شما هم اگه دوست دارین آزاد باشین توی بازی حتما مودش نصب کنین و اگه دوست دارین طرز مود شدهش هم نشون بدم چون خیلی کمه، اصلا یه شورت ویدیوه، چون اصلا کار سختی نیازی نیست بکن. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود، ولی بهتون یه بار یه شورت ویدیو میذارم و بهتون نشون میدم. خب بچه ما اینم بفروشیم. خب ما میخوایم حالا اینجا یه دکور قشنگ بزنیم. میخوایم اینجا بکنیم اتاق گیمینگ. برای اتاق گیمینگ چی نیاز داریم؟ از اینه که صدا رو میگیره و منم در آینده میخوام از همینه بگیرم و میخوام دوربینم بگیرم که دیگه کلا همیشه تصویر منو داشته باشی. خب اینجا رو درستش میکنیم و من تا این کل خونه رو درست میکنم. ببینید 1 2 خب همونجور که میبینین با یه بشکن کل اینجا رو کاغذی باری یا همون صدا رو میگیره گرفت. خب حس میکنم زیاد مشکی شده، برای همین اینا رو میخوام یه رنگ کرمی تور بزنم. بذاریم ببینیم این خوب میشه. این بد نمیشه. حالا میزنم و میام 1 2 3. خب بچه ها بفرمایید. خب الان کامل شد. به نظر شما یه اتاق گیمینگ چی میخواد؟ خب معلومه خود میز گیمینگ، خود کلا گیم، خود کامپیوتر. پس ما یه دونه چیز میخوایم. یه دونه از اینا بزنیم اول. دخال خوبه بشم همینجا. به روشنم میشه. به به به. خب یه میز ما میخوایم. خب میز گیمینگ چی داری برادر؟ ببین صندلی گیمینگ داره ولی میز گیمینگ نداره. خب ما اشکال نداره، یکی از این میزا رو میذاریم. ببینم دیگه من یکی از این میذاریم همینجا بذاریم. خب بعدش یه صندلی میذاریم. آروم بگیره بازم شراره دلا رو دیوونه کرده. مامانش موهاشو عروسکی شونه کرده. رنگ چشای شراره قشنگ و نازه. شراره چه آسون دلشو به من میبازه. آروم بگیره بازم شراره دلا رو دیوونه کرده. مامانش موهاشو عروسکی شونه کرده. رنگ شراره قشنگ و نازه. شراره چه آسون دلشو به من میبازه. نه نمیشه اینجا تو ده این دیگه تو جاش بره. خب جا دیگه خوبه دیگه. ما اینجا از این داره میذاریم. این فهمیدم اینا در مال بیرونه، باید از این دره بذاریم. حال کردیم. پایه چیز میذاریم، از اینا میذاریم. خوب نه از همون که یه دست بشه. خب
خب این از اتاق خونم. تازه ما پارت بعد حتما ببینید، ولی هنوز نداشتم، ولی میخوام بذارم در حال گذاشتنم. خب حال کنیم. من تو اتاق دوربین دارم، دزد حال نمیتونه بیاد. اینجا اومده جلو، اشکالی نداره. اینجا یه تخت هم بذاریم و دیگه ویدیو را به اتمام برسونیم. خب تخت، بد، خب یه تخت تک نفر. این خوبه، این خوبه، همین خوبه. نه به سمت این باشه. همین خوبه. خب بچه ها خیلی ممنونم. تا اینم بذار جاشو عوض کن. خب همینجا خوبه. خب بچه ها ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. این بود از این ویدیو. پارت بعد میخوام اینجا رو درست کنم تا ویدیو بعد